وعظ و نصیحت خوب است. همین در بین درس وعظ و نصیحت هست خودش. یعنی یه آدمی که پر وعظ میگفت و یه گوش نکنید میگفتن. فقط وعظ، عادتش فقط وعظ میگفت، یعنی نصیحت، واعظان میگفت که واعظ فقط نصیحت میکنه مردم، پند میگفت. یک آدم خلاصه مختصر میگم از طرابلس، امروزه لیبیا، کشوری لیبیا، اینا یک گروه شاگردان امام مالک لایف اینا سفر میکنن از از اندلس، یعنی از اسپانیا اول مغرب میگذرن، مراکش حاضره، از اسپانیا با کشتی مراکش میگذرن، بعد میبیان از اونجا لیبیا، همین خیلی طریق مصر کتی اردن میبیان، بعد امروزه عربستان سعودی و میدن، همین کتی مدینه اومدن. یعنی سفری طولانی. میگن از طرابلس یک جوانی زیرک همراه ما چی شد، همراه شد به سفر. هر جایی که کاروان میایستاد فراموده وعظ میگفت. وعظ یعنی پند و نصیحت، درس نه، وعظ. وعظ یعنی همین دروغ نگوید، راست گوید، نماز خوانید، روزه دارید، همه خیلی چیزا. پند گفتن، از الله تعالی ترسید. وقتی که به مدینه آمدیم همین کارش دوام داد. در کجای میبیند که آدمای زیاد جمع شده که میخواست وعظ میگفت که کودکای مدینه سنقتی میزدن. همین آدمی وعظگویه که کودکا سنقتی میزدن، مردهای مدینه روی میگردوندن، یعنی به جای اینکه نشسته گوش کنن پشت میگردوندن. یعنی ما اینو دیده حیران شدیم. در این قدر طولی راه همه به اون آدم گوش میکرد. من در وی علامتی بیداری و زنده دلی رو دیدم، هم در همون جوانی طرابلسی. لیکن اهل مدینه کاری کرد که کودکاش سنکتی میزده است. اسکت یا جاهل میگفته، ای جاهل سکوت کن، ای بی سواد بس کن میگفتیان. سنکتی میزدیان کودکای مدینه. و کلانهای یعنی مردهای مدینه اهمیت نمیداد، گویا که خیلی آدم نیست. وقتی که ما به نزد مالک در آمدیم، اولین سوالی که از مالک پرسیدیم همین مسئله بود. یعنی که این چیزی عجیب بود برای ما. امام مالک و پیش امام مالک آدم ها در آیان می ترسیدن. امام مالک به الله تعالی هیبتی بسیار بلند دادگی بود. حتی محمد ابن حسن شاگرد امام ابو حنیفه میگن که جلست بین الهادی و المهدی و الرشید، بین هادی، مهدی، رشید، یعنی هارون رشید، سه خلیفه های مسلمان رو در آمده شدم. قسم به نام الله تعالی، اون ترسی که در پیش مالک یافتم در پیش پادشاه نیافتم. در نزد امام مالک همه میترسید. وقتی ما به نزد مجلس مالک در آمدیم، بعد اینکه به مالک سلام دادیم همین مسئله پرسیدیم، همین حادثه نقل کردیم که مالک گفت که همون کودک ها درست کردیم وقتی که باطلش را به خودش رد کردند و مردها هم خوب کردیم که از وی روی گرداندند. یعنی امام مالک ثنا گفتند به کار اهل مدینه، درست کردین اینا. بعد فعلا ما کان یجتمع من مضى، بعد ما پرسیدیم که خیر باشد عالم های پیش گذشته به چی جمع می شدن؟ یعنی وعظ، برای وعظ جمع نمی شده باشن، وعظ این چیزی خوب نباشد، به چی جمع می شدن؟ قال الفقه، به فقه، به علم، درس. چون که درس خودش موعظه هم دارد در بینش. یعنی موعظه یک نوعی علم است و اساساً در خطبه های جمعه در یک محفل های معین استفاده کرده می شد و بسیار کرده نمی شد. بنابراین من ابن مسعود هم میگم که ما گاه وعظ می گفتیم، هر روز نه. پیغمبرم این کار رو میکردن، هر روز وعظ نمی گفتن، گاه میکردن وعظ. همین 5 دقیقه 10 دقیقه یا نصیحت یا پند. اما علم من ببینید در دانشگاه 5 ساعت درس است هر روز. و نمیگویید که مثلا پیامبر اسلام هر روز مابینش به جاهای خالگی میموندن و ملال نبیاد، نمیگویید.
یا من طالب علم و عالم سحر پیش از بامداد میخوند، بعدی بامداد تا پیشی میخوند، بعدی عصر میخوند، بعدی شام، بعدی خفتن شبانه میخوند، همه وقت میخوند. نمیگم که ملال آمد چکن بس کنید، نه، این وعظ نیست. این علم بابی کلان است. یکی از علم ها این وعظ است.